سلام و درود به شما همه دوستای عزیز، امیدوار که جور و صحتمند باشید. دوستای عزیز، امروز ما آمدیم همراه شاه بیادر. اول آمدیم شهر زیبای بوپرتال که به درخواست یکی از دوستای ما که کامنت داده بودن که لطفاً دوباره به شهر بوپرتال سفر کنیم. نه دوستای عزیز، آمدیم شهر زیبای بوپرتال. بله، واقعا شهر بوپرتال هم خیلی شهر زیبا و قشنگ است. شهر اولین بار است چون که دفعه قبل ما تنها بودیم آمدیم و امروز اگر وقت داشته باشیم میریم شهر زیبای زولینگون با هم میگردیم که اولین بار ماست زولینگون میریم. اما اول شهر زیبای بوپرتال. تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. بله دوست عزیز، همچنان که دیدید ما امروز با درخواست دوست عزیز ما آمدیم به شهر زیبای بوپرتال برای بار دوم. بوپرتال در قلب ایالت نورغن وستفالن آلمان قرار دارد. شهری که شاید اسمش را کمتر شنیده باشد، اما وقتی قطار معلقش را ببینی هیچ وقت فراموش نمی‌کنی. اینجا بوپرتال است، شهری سرسبز، صنعتی و پر از شگفتی. دوستان عزیز، تا آخر ویدیو با ما همراه باشید که عمیق‌تر به شهر زیبای بوپرتال بپردازیم. بوپرتال شهری با حدود 350,000 نفر جمعیت در منطقه روهر و نزدیک شهرهای معروفی مثل کلن و دوسلدورف قرار گرفته است. نامش از رودخانه کوچکی به نام وپر گرفته شده و چون شهر در امتداد دره این رود ساخته شده بهش میگن دره وپر یا هم وپرتال. اما چیزی که وپرتال را خاص کرده این قطار معلق و یکی از منحصر به فردترین سیستم های حمل و نقل در دنیاست که شما در اول تماشا کردین دوستان عزیز. قطاری که به جای حرکت روی زمین از بالا در مسیر فلزی مخصوص خودش از بالای رودخانه و خیابان ها میگذره. این قطارها از سال 1901 فعال است، یعنی بیش از 100 سال است که مردم بوپرتال را روی هوا به محل کارشان میرسانند. همچنان شهر زیبای بوپرتال را به خاطر پارک ها و فضای سبزش یکی از شهرهای سبز آلمان میدانند. در ویدیو اول دوستان عزیز شما میتونید در چینل نگاه کنین و ما لینکش در زیر از ویدیو هم میگذاریم. شما میتونید تماشا کنین. ما از یکی از پارک های شهر زیبای بوپرتال دیدار کردیم. در سراسر شهر میشه جنگل و مسیرهای پیاده روی را دید. پارک سخت‌انفیلد و پارک هارت از معروفترین فضاهای طبیعی این شهر هستند. و همچنان دوستان عزیز، شاید یکی از جالبترین بخش تاریخ این شهر باشد که زادگاه یکی از چهره‌های بزرگ تاریخ جهان یعنی فریدریش انگلس، فیلسوف و نویسنده مارکسیست کمونیست و در همین شهر به دنیا آمده است. موزه انگلس هاوس امروزه یکی از دیدنی‌ترین مکان‌های فرهنگی شهر و تاریخی، صنعتی و فکری قرن 19 را زنده نگه داشته است. بله دوستان عزیز، در این قسمت از ویدیو ما آمدیم شهر زیبای زولینگون. زولینگون شهری است در ایالت نورغن وستفالن که حدود 160 الی 170,000 نفر جمعیت دارد. موقعیت در نزدیک شهرهای وپرتال، دوسلدورف و کلن قرار دارد. و در این قسمت دوستان عزیز ما قرار است از یکی از بخش‌های کوچک این شهر دیدار داشته باشیم تا در ویدیو آینده به مرکز شهر برویم. زولینگون به عنوان شهر تیغ‌ها معروف است، چون از قرنها پیش مرکز تولید چاقو، قیچی و ابزارهای برنده با کیفیت بوده است. و همچنان برندهای معروف مثل ووستهوف، زویلینگن و بیوکا از همین شهر می آیند. امروزه کارخانه ها و موزه هایی در شهر هستند که تاریخچه ساخت و ساز ابزارهای فلزی را نشان می دهد.
برای دوستان عزیز ما فعلا دیگه همراه شما آمدیم شهر زیبای زولنگون هستیم. گشتیم فعلا دیگه زولنگون تا جایی که من می‌بینم مثل وپرتال بزرگ هست اما اونقدر بیروبار و پر جمعیت نیست. یعنی بازم ما میگردیم با ما همراه باشید دوست عزیز که قرار است امروز خوش بگذره و تا آخری ویدیو ما رو همراهی کنید. بله خصمی که امید جان گفت ولی دو پتان نمیرسه دیگه چون اونجا خیلی شلوغ بود، ملت زیاد بود، رستوران ها خیلی یک شهر آرامی است زولنگون. زولنگون خیلی آرام است تا جایی که من میفهمم و بانوفش ایستادگاه قطار خیلی از مرکز شهر تا جایی که من میفهمم فاصله داره که نمیدونم چوری توریستی جا یک جوری دیگه است شهرم. بله دوستان عزیز دیگه ما کم کم داریم به آخر ویدیو ما نزدیک میشیم به شهر زیبای زولنگون و امروز هم که با درخواست دوست عزیز ما رفته بودیم وپرتال و قرار است آینده ها بازم شهرهای زیباتری رو بگردیم با هم که همراه شاه همیشه هستیم یک جا همراه شاه همکاری است. بله آجیگرا دیگه امروز آمدیم همراه امید جان والا خوش گذشت. اگرچه وپرتال خیلی جای خوبی بود یک ذره شلوغ بود دیگه یک ذره خسته کننده است قسمی که پیشتر یادآور شدم دیگه مجبوریم دوباره برگردیم بریم به طرف خانه دیگه. خوب جای نبود زولنگون والا بسیار شهر بزرگی است اما مشکلش همینجا است که ایستادگاه قطارش همراه مرکز شهر دور است. باید تقریبا نیم ساعتی اتوبوس بری که ما فقط دیگه گشتیم وسط شهر جام خوب است اما خیلی آرام است دیگه. قرار است دیگه بریم طرف خانه بخیر. یه بود سفر امروزی ما شهر زیبای وپرتال و زولنگون. تا ویدیو بعدی که قرار است با ما باشید و همکار همیشگی شاه. بله دوستان عزیز شما رو بالا یک طرف سپارم و خداحافظ. تا ویدیو بعدی دوستان عزیز چینل را سابسکرایب کنید و دوستاتون هم ویدیو رو شیر کنید. Subscribe to my channel.